ببین 40 سالگی یعنی تو دیگه اون آدم سردرگم 20 ساله رو نداری. دیگه میدونی چی میخوای چی نمیخوای. خیلی ها فکر میکنن بعد از 40 سالگی زندگی میشه یک مسیر تکراری و ثابت. اما بیا ثابت کنیم که اشتباه میکنن. من تازه 40 سالمه و تازه دارم یاد میگیرم که چطوری واقعا زندگی کنم. من اینجا هستم تا به شما بگم منم مثل شما دنبال بافتن ریسمانی برای اتصال به این زندگیم. منم فکر میکنم قرار نبود زندگیم تو 40 سالگی این شکلی باشه. چه رویاهایی رو دفن کردیم. چه تلاش‌های بی نتیجه موند. به هر حال ما باید ادامه بدیم. فرقی نمیکنه چقدر از زمانت رو از دست دادی. مهم اینه که از الان میخوای با چی شروع کنی. من انتخاب کردم که شروع کنم. چاره‌ای هم ندارم. نه میخوام و نه میتونم فکر کنم که باختم. تو منتظر چی هستی؟